امشب قرار فوتبال حقیقت خودش رو بار دیگه نشون بده. کهکشانی ها میدن تا آسمان آبی اتحاد توفانی کنن. امپاپه نیمکش بکنه بگردم جانته نشد که بشه. پاس از ارس مندی بده به جونیور. انا جونیور بزن مندی تو بزن. چه جهنمی درست کردن در ورزشگاه تا هالند بیقراره بره گل زدن. عادت داره قبل بازی قهوه 100 عربیکا بزنه. رنش بهش بگم لولو با خدا بهش بگم گل نور بشه. انا گل. ورزشگاه تا منفجر میشه از هیجان. جریان بازی رو به روش سامورایی عوض میکنه. جونیور میاد توی محبت جلوه. جونیور می‌لرزونه خیمه گاه من سیتی رو. تیر دروازه رو به لرزه در آورد. یه وقتایی باید مبارزه کنی تا به رویات برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی تا بتونی اینجوری هدفتو چنین کنی. الله یا حبیبی تیرای پوف. رودریگو جولان داره میده تو قلمروی دشمن. خط دفاعی کسی کلکش بکنه. خیلی ریزه تا که تو بلند بکنه. زارت این نرشین ها خیلی خطرناک هستن. حواستو جمع کن سیتی. موشک بره تو زمین سیتی. شوت گل. من گفتم هنوز تموم نشده. این همه زیبایی برای ساخته یه بال باور نکردنیه. مبارزه برابر میشه. ماموریت غیر ممکن در ورزشگاه اتحاد منچستر انگلیس هم نشده. گل. وای گل نروژ میره برای خراب کردن سنگر رئال با این پنالتی. من توی دروازه کار رئال سخت شد. با قدرت بره جام دارم بجنگن. این پاس حکم تیر داره یا حضرت رئال. شلیک کن دوباره شلیک کن. توی دروازه همچی بزنه که خانه ملکه انگلیس بلرزه. رقم ها جا میشن. لشکرکشی ارتش اسپانیا در خاک انگلیس بالاخره جواب میده. عشق یعنی ستاره های آسمان، کهکشان های بی پایان. یک لحظه غیرت، یک لحظه فریاد. احساس دیگران به کوههای سپید بی نهایته. برار گلم جونیور سیاه چرده خدا به همراه. یا حضرت کامبک گل. بنویس رئال بخون کامبک. بازم کامبک که خصوص رئاله. کامبک تو خونه رئاله. کهکشانی ها کجایید؟ زیدان، کریستیانو رونالدو، کاکا، فیگو، راموس، رونالدو، بکام، روبرتو کارلوس. کجایید که ببینید کهکشانی های 2025 جهنم به پا کردن در انگلیس.